امروز از سوال و مسئله های کشوده مرکز ملی تستی فن فیزیکش یک چند مسئله میبینیم. خیلی مسئله یک، حرکت دوچرخه‌ران با معادله x برابر 150 طرح 4t داده شده است. x برابر 150 طرح 4t در قوس متر کردگی. معنای متر همه که واحد x متر است، واحد انا هم متر است، یعنی واحد هر یک اعضایی که در اینجا است متر است. داده شده است کوردینات اولیه دوچرخه‌ران چقدر است؟ ما داریم معادله حرکت معادله حرکت منتظم x برابر x0 جمع vxt. در همین جمع بینیم که پیش از t بینید درجه vx است، درجه مینوس 4 است، یعنی سرعت ما به مینوس 4 متر تقسیم ثانیه برابر است. x0 ما باشد به 150، یعنی همین معادله ها را مانند به هم دیگر مانند میکنیم. میبینیم که اعضایی که ت نداره 150 درجه، اعضایی که ت نداره x0 پس x0 برابر است به 150 واحدش متر. یعنی کوردینات اولیه انا همین دوچرخه‌ران x0 برابر 150. این بود مسئله یکش. مسئله دوش میبینیم ماشین سبکرو موافق معادله x برابر 100 جمع 15t حرکت میکند. کوردینات ابتدایی ماشین چقدر است؟ خیلیش هم رنگی عیناً مثل مسئله یکه ای را پراپوسکات میکنیم، کار نمیکنیم. معلومه که x برابر 100 میشود در ای، برای که 100 جمع 15t سیمش هم میبینیم. سیمش تیاره مسافه 3600 کیلومتر را در چند ساعت طی میکند. در صورتش دادگی که سرعت تیاره به 720 کیلومتر ساعت برابر است. یعنی سیمش میگه که مسافه ما 3600 کیلومتر s برابر 3600 کیلومتر. تیاره همیشه با کدام سرعت میره؟ در رسم نشان داده که سرعت تیاره 720 کیلومتر تقسیم ساعت است. ما باید یابیم که تیاره همین مسافه را در چند ساعت، یعنی وقت ما میابیم اما وقت با ساعت میابیم. فهمو؟ از بس که مسافه ما با کیلومتر است، سرعت ما با کیلومتر تقسیم ساعت، پس ما یگان واحده به یگان چیز نمیگردونیم، برای که از ما پرسیده که ساعت چند ساعت طی میکنیم مسافه را. شما کار کردن بگیریم. یعنی از فرمای سرعت v برابر s تقسیم t از همینجا t را پیدا میکنیم. t من برابر میشه به s تقسیم v، یعنی در مخرج باشه فقط با v جعلیش میکنیم. میمونیم قیمت های عددی را میشه که 3600 کیلومتر تقسیم 720 کیلومتر تقسیم ساعت یک ده ها اختصار میشن. 360 تقسیم 72 این میشه 5، برای که 36 اینیمه 72 کو، برای اون 5 ساعت بالا میره کیلومتر اختصار میشن ساعت. جوابی مسئله 5 ساعت. مسئله 4 میگه که دوچرخه‌ران در چند دقیقه مسافه 6 کیلومتر رو طی میکنند. سرعت دوچرخه‌ران دودگی است. مثل انا همین مسئله کار میکنیم، فقط در جای کیلومتر را به متر میگردونیم. متر تقسیم ثانیه سرعت، چون که سرعت ولوسپدرون با متر تقسیم ثانیه دودگی است. بعد جواب ما با ثانیه میبروید، ثانیه را به دقیقه میگردونیم. تمام. مثال 5 میگه که مکتب بچه با سرعت 12.5 متر تقسیم ثانیه میدود. دوچرخه‌ران با سرعت 18 کیلومتر تقسیم ساعت. سرعت دوچرخه‌ران از سرعت مکتب بچه چند مرتبه زیاد است؟ برای آنکه سرعت ها را مقایسه کنیم، برای آنکه سرعت ها را مقایسه کنیم ما باید هر دیانه همین سرعت ها را نگاه کنیم. این چندمه؟ 5 مسئله. میگه که مکتب بچه با سرعت میگیم و مکتب بچه برابر است به 12.5 متر تقسیم ثانیه. دوچرخه‌ران با سرعت 18 کیلومتر ساعت و دوچرخه‌ران 18 کیلومتر تقسیم ساعت حرکت کرده است. سوال میگه که سرعت دوچرخه‌ران از سرعت مکتب بچه چند مرتبه زیاد است. یعنی ما باید ببینیم که سرعت دوچرخه‌ران نظر به سرعت مکتب بچه چند مرتبه زیاد است. یعنی اگر سرعت دوچرخه‌ران باید تقسیم کنیم چند میشه. پس برای آنکه را تقسیم کنیم یعنی مقایسه کنیم ما باید هر دی انا همین ها را به یک واحد بگردونیم.
یا که 12 5 متر تقسیم ثانیه را با کیلومتر ساعت بگردونیم یا که برعکس کیلومتر ساعت با متر تقسیم ثانیه. بیایم کیلومتر ساعت با متر تقسیم ثانیه میگردونیم. 18 کیلومتر ساعت با متر تقسیم ثانیه میگردونیم میشه که بله 5 متر تقسیم ثانیه. یعنی انا همه چیزی همه سرعت دوچرخه‌ران تقسیم سرعت مکتب بچه برابر دست و 5 متر تقسیم ثانیه تقسیم 2 متر تقسیم ثانیه برابر 2 مرتبه یعنی زیاد بوده است. فهمو؟ خیر. ششم مسئله میگه که ماشین راهی 28 کیلومتر را در دوام 0.3 ساعت و بعد در دوام 1.2 ساعت آینده راهی 80 کیلومتر را طی کرد. سرعت میانه ماشین در تمام راه چقدر بود؟ ششم مسئله ما داریم S1 برابر 28 کیلومتر 28 کیلومتر در دوام 0.3 ساعت. T1 برابر 0.3 ساعت. باز داریم S2 برابر 80 کیلومتر 80 کیلومتر رو بعد در دوام 1.2 ساعت آینده بله تیدمان 1.2 ما باید سرعت میونه را یابیم. سرعت میونه چه میشه؟ سرعت میونه فرمش چه بود؟ سرعت میونه S تقسیم S چه؟ S مسافه اینجا دو تا S چه خیلی میکنیم؟ S1 جمع S S1 جمع S2 یعنی تمام مسافه را به تمام وقت تقسیم میکنیم. اما میبینیم که واحدمون همش یک خیلی ببینید مسافه کیلومتر قطعه وقتا ساعت قطعی. زنش نمیخوام میمونیم جواب ما کیلومتر تقسیم ساعت میبره. 28 جمع 80 هم در حال ما جمع میکنیم. 28 جمع 80 این میشه که 108 نه 108 میشه کیلومتر تقسیم 0.3 ساعت جمع 1.2 ساعت این میشه 1.5 ساعت 1.5 ساعت 108 تقسیم 1.5 و فرم 72 میشه. برای که این 72 کیلومتر تقسیم ساعت. انا این بود مسئله چند؟ مسئله 6. مسئله 6 انا همه سوال های شده. مسئله 7 میگه که در دوام T برابر 10 ثانیه از آغاز حرکت سرعت اتوبوس تا 10 متر تقسیم ثانیه افزایش به اتوبوس در این مورد چقدر است؟ سرعت اولیه اتوبوس با 0 برابر است. خیر در اینجا گفته که سرعت اولیه اتوبوس با چند برابر؟ با 0 برابر است. پس از فرمول شتاب استفاده میبریم. از فرمول شتاب استفاده میبریم. فقط تنها ما با فرم اشتاب میگذاریم امو دوده های مسئله را جواب میبریم. ببینید بعد میبینیم که کنی واحد سرعت درجه چیه؟ مسئله 7 میگوید که در دوام 10 ثانیه T برابر 10 ثانیه از آغاز حرکت سرعت اتوبوس تا 10 متر تقسیم ثانیه افزود. متر تقسیم ثانیه تمام یعنی ما با یگان چیز دیگه نمیگردونه میره واحده. شتاب اتوبوس در این چقدر است؟ سرعت ابتدایی ما برابر 0 است. یعنی شتاب رو ما باید پیدا کنیم. همین نویسیم A برابر است با V طرح V0 تقسیم T فرمول شتاب. V0 مونولای V اخیره 10 طرح V اوله 0 تقسیم T ما باز 10 طرح 0 10 تقسیم 10 میشه 1 متر تقسیم ثانیه در کوادرات. متر تقسیم ثانیه در کوادرات این واحد شتاب. این بود مسئله 7. مسئله 8 اتوبوس از حالت آرامی به حرکت در آمده در دوام 20 ثانیه با شتاب 1 متر تقسیم ثانیه در کوادرات حرکت میکند. سرعت اتوبوس چقدر است؟ وقتی که در اینجا میگه که از حالت آرامی به حرکت در آمده پس از حالت آرامی که میگه نجدم 8 مسئله بیا این جلوه نوشته میشه. 8 مسئله وقتی حالت آرامی که میگم ما سرعت اوله را با 0 برابر میگیریم. فهمو؟ اتوبوس از حالت آرامی به حرکت در آمده در دوام 20 ثانیه با شتاب 1 متر تقسیم ثانیه در کوادرات حرکت کرده ایستاده است. سرعت اتوبوس چقدر می شود؟ یعنی در 20 ثانیه سرعت چند می شود در نظر دار ایجاده؟ یعنی سرعت اخیره
پس میابیم ما از فرمای شتاب بیاید انمی و را معین میکنیم. ا برابر است با و طرح و نو تقسیم ت. از همینجا ما باید و رو پیدا کنیم. پس چیکار میکنیم؟ یکم هر دو طرف معادله را با ت ضرب میزنیم. هم خیلی است؟ چی میشود؟ ا ضرب ت میشود اینجا ا ت. این طرف چی میشود؟ و طرح مادس و طرح و نو. انا که ما باید چی را بیابیم؟ باید برم پس و نو چی میشود؟ و نو جمع شود با چی؟ با ا ضرب ت. مادس یعنی و برابر میشه با و نو جمع ا ضرب ت. نه که و نو مون نولای. پس هیچی جمع ا ضرب ت میشه که خیلی ا ضرب ت یا که ا ت. فهمون؟ قیمت های عددی رو میگذاریم و برابر است با امون یکای تمون 20. یک ضرب 20 میشه که 20 متر تقسیم ثانیه نکی. متر تقسیم ثانیه. انا ای مسئله 8. مسئله 8. انا درجه مسئله 9. ظرف حجمش 10 لیتر با آب پر کرده شده است. مسئله آب رو در ظرف یابه زیچی آب 1000 کیلوگرم تقسیم متر کوبی. فهمون؟ یعنی ظرف حجمش 10 لیتر. انا همینجا وای دارد. یگانه چیزی که ما یگانه کاری که ما در اینجا انجام بتیم باید این لیتر با متر کوبیک گردوندن. فهمو؟ یعنی امیره بسیاری نمیفهمند یا که بعضی ها نمیفهمند. نهم مثلا میگه که حجمی چند لیتر است؟ 10 لیتر. یک لیتر چند متر کوبی بود؟ 1000. نه برعکس 1 متر کوبی 1000 لیتر است. 0 از 1000 یک یعنی که 10 در درجه 8 مینوس 3. اینجا 10 داریم با 10 ضرب 10 در درجه 8 مینوس 3. 10 لیتر کو 10 ضرب 1 لیتر. 1 لیتر ما 10 در درجه 8 مینوس 3 متر کوبی. انا ما حجم با متر کوبی گردوندیم یعنی لیتر با متر کوبی گردوندیم. با آب پر کرده شده است. زیچی آب برابر است با 1000 کیلوگرم تقسیم متر کوبی. ما باید ماسه آب رو یابیم. فهمو؟ انا که ماسه آب رو میابیم از فرمول زیچی استفاده میبریم. رو برابر ماسه تقسیم حجم. از همین جا ماسه رو میابیم. ماسه از بس که در بالا هست رو قطعی چی میشود؟ ضرب میشود. رو ضرب و. قیمت های عددی رو میگذاریم. رو مون چنده؟ 1000 ضرب حجم مون 10 ضرب 10 در درجه 8 مینوس 3. اکنی اوکی 1000 ای 10 در درجه 8 3 با این اجازه 10 در درجه 8 مینوس 3 داریم. انا 10 در درجه 8 مینوس 3 با 10 در درجه 8 3 یعنی با 1000 اختصار میشوند میموند 10 کیلوگرم. فهمو؟ یعنی معلوم شد که برای آب تنها برای آب از بس که چی آب 1000 است 1 لیتر آب این میشه 1 کیلوگرم. 2 لیترش 2 کیلوگرم. 10 لیترش 10 کیلوگرم. نه تنها برای آب برای بنزین کراسین برای دیگر مایع ها و برای دیگر جسم هایی که زیچشون گوناگون است و یاد خیلی نمیشه. خیلی این مسئله 9 بوده. میگذاریم به مسئله 10. در ظرف عسل مسش 675 کیلوگرم است. مسه عسل معلوم 675 کیلوگرم موجود است. حجم عسل چقدر است؟ زیچی عسل رو 1350 قبول کنید. 1350 کیلوگرم تقسیم متر کوبی. ما باید چی را بیابیم؟ حجم عسل رو یابیم. حل میخوای حالا من نویسیم ما میشه حل. ما باز از فرمول زیچی استفاده میبریم. m تقسیم v. از اینجا اگر v را یابیم چی میشود؟ m تقسیم رو خطی و خطی رو جای عوض میکنه. تمام میمونیم قیمت های عددی را. ماسه ما چنده؟ 675 کو کالکولاتور دا بزن 1350 5 رو نه 5 ضرب 10 در درجهش مینوس 3 چی؟ ویدی حجم چیه؟ متر کوبی برابری انا 10 در درجهش مینوس 3 متر کوبی را ما میتونیم لیتر بگیم. یعنی 5 لیتر. یعنی اگر ما 5 لیتر در عسل ریزیم ماسه عسل ما قریب 7 کیلو میشه. نه 675 خیلی تقریبا 7. وی خریگش در با وزن خیلی بقلشکه ممکن 7 کیلو درجه زیادتر شود. قطعی همو ظرفی که در داخلی همو عسل هست.
یعنی 5 لیتر جواب، یا اینکه 5 ضرب 10 در درجه اش مینوس 3 متر کوبی. این بود مسئله 10.